الهی ندارند. چون مرد قانون هست، برنامه هست، اصل هست، اساس هست، ریشه هست، برنامه طراحی شده است که هیچ کسی نمیتوانند را تغییر بدهند. چون طب طبیبان، حکمت حکیمان، قدرتمندان و زورمندان را مغلوب خود ساخته، مغالب شدند. هیچ کسی نتوانستند کسی که به مرگ برسند، به حد مرگ برسند او را برگردانند. هیچ کسی نشدند، هیچ کسی نمیتواند. لذاست که این مرحله مهم است. انسان باید توجه داشته باشند. این آغاز ورود به عالم آخرت است، آغاز ورود انسان به عالم آخرت. این مرگ جسمی انسان، اما اون چه که مهم است، ضرر است برای انسان، گرچه که قوت جسمی داشته باشی، مرگ جسمی نداشته باشی، اما اون چه که ضرر باعث خسیان و زیان انسان است، مرگ روح انسان است. روح انسان، واه به حال اون کسی که روحش بمیرند. امیر المؤمنین علی علیه السلام، امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام میآیند شناسنامه چنین انسانی که مرگ روحی دارد بیان میکنند، هویت این انسان را افشا میکنند. میفرمایند من ترک انکار المنکر، من ترک الانکار المنکر بلسانه بقلبه بیده فهو میت بین الاحیاء. کسی که مخالفتش را با منکر الهی، با منکرات، مخالفتش را، دشمنیش را، حرکتش را، پیش نمودنش را، موضع گرفتنش را در برابر برنامه‌های ضد انسانی و ضد قرآن و ضد روح انسانیت اگر ترک بکند فهو میت بین الاحیاء. این انسان مرده است اما در میان زندگان را میروند. اکثر انسان ها در لباس انسانیت زندگی میکنند، در لباس انسان زندگی میکنند. انسان کوشش بکند که روح انسان زنده میشوند. چرا؟ در عالم آخرت زمانی که وارد میشود انسان، این اعضای جسمی انسان گفتن ضعیف میشوند. دست انسان ضعیف، پای انسان ضعیف، چشم انسان ضعیف و نابنا، روی انسان هم سفید، محاسن سفید. دیگر اینها که میروند زیر خواب، اینها از بین میروند. اون چه که مهم است روح انسان هست. چون قبر آستانه دروازه آخرت است، آستانه دروازه آخرت است. همانطور که انسان از جنین مادر، از شکم مادر به دنیا میاد، آشنایی به عالم ندارند که، اما زمانی که همچنین هست، زمانی که انسان به مرد و این قانون الهی دامنگیر میشوند، این انسان یک موجود از ناآشنای به عالم آخرت. اما اون که مسئولیت میگیرد در آن عالم سر روح انسان هست. صلوات الله علیه. انسان کوشش بکنن که روح انسان سالم بوده باشند. روح انسان را چه چیزی خدشه‌دار می‌سازند؟ گناه روح انسان را خدشه‌دار می‌سازند. چرا؟ درخت ایمان درخت هست که این روح انسان تغذیه می‌شوند از اکسیژن و هوا و نبات و آب به این میوه این درخت ایمان. روح انسان تغذیه می‌شوند، روح انسان رشد می‌کنند. اما گناهان همانند یک زهر تلخی هست، نابکننده هست، یک اسید هست که میآیند اگر این را گناه تکرار میشوند، گناه انجام میشوند، درخت ایمان خشک میشوند، درخت ایمان زرد میشوند. انسان کوشش بکنند که مرتکب گناه نشوند، مرتکب منکرات نشوند، منکر فحشا نشوند. انسان اونچه که مهم است روح انسان هست. این روح را انسان قدرش را بداند. این روح است که این برای انسان جایگاهی می‌دهد. آن عزیزان، این است شما ببینید یک انسان مؤمنی که روحش تغذیه شده است از ایمان، از صداقت، از محبت اهل بیت عصمت بطارت، سر سفره مکتب پیغمبر بزرگ شده ام، این روح تربیت شده ام، این روح را خدا استقبال می‌کند. خداوند زمانی که مرحله مرگ
این انسان قبض روح این انسان مؤمن میرسد، فرشته‌اش دستور میدهند برو رضایت بنده ام رو بگیر. این فرشته میآید نزد این بنده مؤمن دست بالای عدد سینه همانند که عبد پیش مولایش میآیند. ای بنده خدا، ای مؤمن، خدایت سلامت رسان، مرا مأمور به قبض روح تو کرده اند. نه